فکرشو بکنید یه کتابی باشه که مال تقریباً 100 سال پیشه ولی یه راز بزرگ برای موفقیت توش قایم شده باشه. یه رازی که ثروتمندترین مرد اون زمان یعنی اندرو کارنگی سفارش کشفش رو داده بود. خب، داستان از اینجا شروع میشه که اندرو کارنگی یه جوون به اسم ناپلئون هیل رو پیدا میکنه و یه چالش عجیب جلوش میذاره. بهش میگه 20 سال وقت داری بری و راز موفقیت بیش از 500 تا میلیونر خودساخته رو کشف کنی. خب، سوال اصلی اینه، اون فرمول مخفی چی بود؟ این دقیقاً همون چیزیه که میخوایم با هم کشفش کنیم. پس با من همراه باشید تو این ماجرا. و جالبه بدونید که این سفر اصلاً با پول یا پارتی بازی شروع نمیشه. نه، همه چیز با یه ایده خیلی ساده ولی فوق‌العاده قدرتمند شروع میشه. اینکه افکار ما واقعاً قدرت دارن. انگار که میشه بهشون دست زد. ولی یه لحظه صبر کنید. اینجا منظورمون فقط آرزو کردن نیستا، نه اصلاً. صحبت از اینه که یه فکر رو بردارید و اونقدر روش تمرکز کنید که تبدیل بشه به میشه گفت یه جور وسواس فکری مثبت و سوزان. خب، حالا این میل سوزان که میگیم یعنی چی دقیقاً؟ بهترین راه برای فهمیدنش اینه که یه داستان واقعی رو بشنویم. داستان یه نفر به اسم ادوین سی بارنز. این داستان فوق‌العاده است. داستان بارنز با 2 مانع غول‌پیکر شروع میشه که هر کسی رو ناامید میکرد. مانع اول، پول. اون کاملاً بی پول بود. در حدی که حتی پول بلیت قطار رو هم نداشت تا خودش رو به دفتر تاماس ادیسون برسونه. و مانع دوم که حتی از اولی هم بزرگتر بود، اصلا ادیسون رو نمیشناخت، هیچ آشنایی باهاش نداشت. پس فکرشو بکنید، یه آدم بدون پول، بدون پارتی، فقط و فقط با یه ایده بزرگ توی سرش. و دقیقاً همینجا بود که فرق بارنز با بقیه معلوم میشد. اون یه قاطعیت عجیب و تزلزل ناپذیر توی هدفش داشت. ببینید، هزاران نفر دیگه آرزو داشتن برای ادیسون کار کنن، اما بارنز چی؟ اون میخواست با ادیسون شریک بشه. این یه تفاوت از زمین تا آسمونه، مگه نه؟ میدونید، خواسته بارنز یه آرزوی ساده و گذرا نبود. نه، یه وسواس فکری کامل بود. اون تمام پلای پشت سرش رو خراب کرده بود. هیچ راه برگشتی وجود نداشت. یا باید به هدفش میرسید یا نابود میشد. همینو بس. خب، عالیه. حالا فهمیدیم که نقطه شروع یه میل سوزانه. ولی چطوری این میل رو به پول واقعی تبدیل کنیم؟ اینجاست که ناپلئون هیل یه نقشه راه دقیق و 6 مرحله‌ای به ما میده. یه جورایی ما رو از دنیای ای کاش به دنیای چطوری میبره. این شما و این 6 قدم عملی و مشخص هیل برای تبدیل کردن خواستتون به پول نقد. هر کدوم از این قدم‌ها مثل یه ابزار دقیق عمل می‌کنن تا اون آرزوی مبهم و کلی توی ذهنتون رو به یه هدف کاملا شفاف و دستیافتنی تبدیل کنن. حالا شاید بگید این خوندن با صدای بلند دیگه چیه؟ این فقط یه کار نمایشی نیست، یه تکنیک روانشناسی به اسم تلقین به خود. با این کار شما دارید ذهن ناخودآگاهتون رو برنامه‌ریزی می‌کنید. دارید بهش یاد میدید که این هدف رو به عنوان یه واقعیت اتفاق افتاده قبول کنه. و یه نکته حیاتی رو یادتون نره. اون چیزی که به این نقشه جون میده و فعالش میکنه ایمانه. ایمان مثل اون ماده شیمیاییه که واکنش رو شروع میکنه. بدون اون شما بهترین نقشه دنیا رو هم داشته باشید، هیچ اتفاقی نمیفته. به همین سادگی. خب، شما میل سوزان رو دارید، نقشه راه رو هم دارید، ایمان هم دارید، ولی زندگی همیشه آسون نیست، درسته؟ موانع سر راهتون سبز میشن. اینجاست که سومین عنصر کلیدی وارد بازی میشه، پشتکار. و برای اینکه بفهمیم پشتکار چقدر مهمه، کتاب یه داستان تکون دهنده دیگه برامون داره. داستان در مورد عموی یه آقایی به اسم آریو داربیه که توی کالورادو یه رگه طلا پیدا میکنه. خب، خیلی هم عالی. ولی وقتی اون رگه اول تموم میشه، هر چی بیشتر میکنن و بیشتر حفاری میکنن به هیچ چی نمیرسن. هیچی. و بالاخره خسته و ناامید تسلیم میشن. کل ماشینالات و تجهیزاتشون رو به یه آهن فروش به قیمت چند صد دلار میفروشن و قید همه چیز رو میزنن. این دقیقاً همون لحظه‌ایه که خیلی از ماها تجربه میکنیم، نه؟ همونجا که میگیم دیگه فایده نداره. اما صبر کنید، داستان اینجا تموم نمیشه.
اون آهنفروش یه کار جالبی میکنه. یه مهندس میاره تا یه نگاهی به معدن بندازه و چیزی که مهندس کشف میکنه باورش سخته. رگه اصلی طلا فقط و فقط 3 فوت، یعنی کمتر از 1 متر اون طرفتر از جایی بود که داربی ها دست از کندن کشیده بودند. فکرشو بکنید، فقط 3 فوت. این داستان دقیقاً همون چیزی رو نشون میده که هیل بهش میگه شکست موقتی. ببینید اونها شکست نخورده بودن، فقط به طور موقت متوقف شده بودن و تنها پادزهر این شکست موقتی پشت کاره. اون یه دیوار بود، نه یه بن‌بست. خب، حالا شما میل سوزان، نقشه، ایمان و پشتکار رو دارید. به نظر میاد همه چیز تکمیله، درسته؟ نه هنوز. یه دشمن نهایی باقی مونده، شاید سرسخت‌ترین دشمن از همه. اژدهایی که توی ذهن خودمون زندگی میکنه، ترس. آخرش همه چیز به این برمیگرده که ذهن ما چطوری سیمکشی شده. 2 تا حالت بیشتر نداره. یا ذهنیت ثروته که مثل یه آهنربای قوی با میل و ایمان فرصت‌ها رو به سمت خودش میکشه، یا ذهنیت فقره که با ترس و شک مثل قطب مخالف آهنربا همه چیز رو از خودش دفع میکنه. ناپلئون هیل بعد از این همه تحقیق به 6 تا ترس اصلی میرسه که میگه ریشه تقریباً تمام شکست‌های ما هستن. اینها مثل 6 تا شبح نامرئی هستن که همیشه توی سایه‌ها کمین کردن و جلوی ما رو میگیرن. خب، ما این مسیر رو با هم اومدیم. حالا نوبت شماست. به این 6 تا ترس نگاه کنید و از خودتون بپرسید کدوم یکی از این شبح‌ها داره جلوی منو برای رسیدن به اون چیزی که میخوام میگیره؟ پیدا کردن جواب این سوال اولین قدم واقعی برای شروع سفر خودتون.